ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 19. جدیدها کی‌هاند؟ جهودهای مسلمان شده را جدید میگویند یا؟ نه این جدیدها اونها نه. دیروز زندانبان که بودن جدیدها را به شاگردان خود معنی داد کرده ایستاده بود. من از پشتی در شنیدم. نظر به قول زندانبان، مسلمانان گزیده‌خوان کافر شده، ایرانی ها و بعضی جهودها یک شده به خودشان جدید نام ماندند. اما همین ها همین کار را میکنیم میگفتند. گپی بیکار. اینها هیچ کار کرده نمیتوانند. توپ نداشته باشند، تفنگ نداشته باشند، سرباز نداشته باشند، چه کار از دستشان میآید؟ چطور کرده گپی خود را به امیر و وزیر میگذرانند؟ همه‌شان را در یک روز گرفته به دار میآویزند، از منار میپرتایند، بدرقه میکنند، به سرشان آب میریزند. به سرشان آب میریزند و میمانند؟ نه، اینها تنها نیستند. مردکاران و سلاطان عروس ها هم به اینها یاری میدادند. اولش که زور مردکارها و سلاط های عروس به امیر نمیرسد. دویمش قنصور میماند که آنها آمده به امیر مقابل شوند. قنصور هر باری که پیش امیر می آمده است دست امیر را محکم گرفته دو دولت یک دولت می گفته است. بای تو با این عقل تمیزت از تگ زمستان چطور برآمدی؟ مردکارها و سلاطهای عروس نیکلای بر این آدم را که از 4 پادشاه یک پادشاه حساب می یافت بیکار کردند. امیر تو با پیش وی چه قرب و منزلت دارد؟ یک گوبرناتوری وی بر این هم نیست. قنصر باشد گوساله از بالای میخ می پرد، گفتگی بر این از بالای نیکلای کلانی می کرد. اکنون که وی بیکار شده است به گپ قنصر که گوش می اندازد. حریت شده است. راستی؟ نوکک من به پشت در ایستاده گوش می کردم. زندانبان به شاگردان خود گفت که امیر کار را بای داد، به حریت دست مانده است. احتمال همه بندیان را آزاد کند. در وقت آزاد شدن بندیان خبردار باشید که مبادا به ما ضرر نرسانند. چند روز باز چشمهاشان بیجا می نماید. امشب از شادی آزادی خواب بندیان نبرد. روز شد هنوز از آزادی خبری نی. ساعت 9 شد، 10 شد، هنوز هیچ گپ نی. کسی که گفتگوزار زندانبان را دیروز شنیده بود همین زمان آزاد می شویم گفته همه را باور می کنانید. ساعتهای 11 در زندان یک باره گشاده شد. انا من نگفتم که همین زمان آزاد می شویم گفته رساننده خبر آزادی از یک طرف به سبب آزاد شدن باشد، از طرف دیگر به سبب راست برآمدن سخن خود شادی می کرد. دیگر بندیان هم جلو جهاز خود را غمداش تنگ گرفتند. زندانبان با همه شاگردان خود درون در آمده در را از درون قلف زد. یک بندی به دیگری مگر برای آزاد کردن ما در را محکمتر قلف کردن در کار بوده است گفت. زندانبانان جلد و اشکلی بندیان را یک یک از نظر گذرانیدند. به پای و گردن آنهایی هم که تا حال یله بودند جلد و اشکل زدند. زندانبان گفت همه جدیدهایی به جناب عالی تیغ کشیده را گرفته حبس کرده ایستادند. همه شان را می کشند. حاضر چند کس را 75 چوبی زدند.
دانسته باشید که اگر هر کدام شما حرکتی بیجا کنید و یا گپی پست و بلند زنید، بی پرسیش به کشتن می روید. زندانبان با شاگردان خود برآمده رفت. بندیان هم مزه حریت را چشیده به تقدیر تن دادند و از هر کله یک صدا. من نگفته بودم که از دست این جدیدها یک پول کار نمی آید. من نگفته بودم که قنصر به امیر آشناست، جان خود را به جبار داده امیر را قراق می کند. من نگفته بودم که جدیدهای بی توپ و تفنگ را امیر در یک روز نیست می کند. یکی از میان گفت امروز فردا هم دارد. اگر بیکار شدن نیکلای راست باشد، اگر جدیدها با مردیکاران روسکی نیکلای را بیکار کردند، یک زبان شده باشند، این کار به این حال نمی ماند. امروز نشود فردا. فردا لنگ امیر و وزیرت را از آسمان می آرند. به جواب این کس یک بندی دیگر هرچی تو هم یک کرامات کرده مان داخونده گفت. بعد از یک ماه بندیان آزاد شدن گرفتند، لیکن نه به اختیار خود، بلکه به شیربچه نام دسته سربازی که از دزدان به هم رسیده بود سرباز شده می رفتند. یادگار که یک بار مزه سربازی را چشیده بود، به این گونه آزادی راضی نشد و در زندان پوسیدن را از سربازی امیر بیشتر دانست. لیکن یادگار در زندان تنها نماند. جای بندیان آزاد شده را با بندیان نو، با جدیدان پر می کردند. فصل دوم، کوشش خانه. سال 1918، ماه مرد. زندان دوباره خالی شدن گرفت. کسانی که به تهمت جدیدی بندی شده بودند در چاه زندان سرنگون رفتند. یک قسم بندیان دیگر را عملدار محرمان امیر آمده برای خدمت بردند. در زندان تنها یادگار و چند نفر کور و کرولنگ و مفلوک دیگر مانده بودند. روزی عملدار محرم به زندان در آمده همه بندیان را یک یک از نظر گذرانید و به زندانبان گفت اینها نمی شوند. زندانبان یادگار را نشان داده این چی؟ این درست که لیکن چرس می نماید، گفت عملدار محرم و با یادگار نزدیکتر آمده. هی خدمت میکنی داخونده؟ گفته پرسید. چه خدمت؟ چی بودنش را ثانی میفهمی. اگر از عهده این خدمت برایی آزاد میشوی. خب خدمت را نشان دهید، اگر توانم بجا آورده آزاد میشوم. زندانبان با اشارت محرم بند از دست و پای یادگار گشاد و محرم او را همراه خود گرفته از زندان برآورده برد و 4 نفر سرباز ملتقدار هم از پاسبانان زندان از دنبال اینها روان گردیدند. یادگار پس از 5 سال بندگی اکنون روز روشنایی را می بیند. احوال شهر خیلی دیگرگون شده است. دکانها بسته، مردم گروه گروه به هر طرف می دوند. به دستهایشان شاف، شمشیر، کارد آش، تیشه، تبر و کلتک بر این جراح هم دارند. به ریگستان رسیدند. در آن گرد و پیش جای سوزن زدن نبود. میدان ریگستان تا پایه های مسجدی پاینده و مدرسه دارالشفا از مردم پر بود. محرم به یادگار گفت دیدی این غزا طلبان را؟ همه برای یاری دادن به جناب عالی سرهای خودها را به کف دست گرفته تیار ایستادند. در همین وقت چند نفر از شاگرد پیشگان یک کس را دست و گردن بسته کشاله کرده آوردند. سر این بندی از چند جای کفیده، رویهایش خونشار شده و لباسهایش دریده بود.
خودش هم مجالی قدم ماندن نداشت. گویا او را برداشته می آوردند. غذا طلبان با دیدن این بندی مجروح، بیان که چی گفتنشان معلوم شود، مانند سگانی صدای رعد و برق شنیده همه برابر و با یک آواز الاس می کشیدند. سربازان پاسبان مردم را به هر طرف رانده برای به ارگ برآوردن بندی راه گشادند. عملدار محرم هم یادگار را پیش انداخته از دنبال این بندی به ارگ نگاه کرده روان شد. از آستانه دروازه ارگ تا پیشی مسجد جامی، عملداران دربار امیر که با کمرهای زرینی میناکاری میانهای خود را از روی جامه‌های ابرو زرباف بسته بودند، دو طرف صف بسته ایستاده بودند. در ایوان مسجد جامی ارگ ملایان قطار اندر قطار نشسته بودند. در میان دوره ملایان یک ملای دستار کلان بزرشی رنگ کنده که تخمینا 50 ساله می نمود دو زانو نشسته بود. بر روی زانوهای این ملا یک شمشیری برهنه و به دو پهلویش دو تپانچه بود. به نظر یادگار این ملا شناس بر این می نمود، اما به یادش نمی رسید که او را در کجا و کی دیده است. بندی مجروح را شاگرد پیشگان به این ملا روبرو نگاه داشته منظور کردند. دیدی که شریعت آدم را چگونه می زده است؟ گفته ملای شمشیردار به بندی مجروح دهشت کرد و به دو ملای دستار کلان دیگر که به دو پهلویش نشسته بودند یک یک نظر انداخت. هر کدام آنها با اشارت تصدیق سر خودهاشان را بالای و پایان جنبانیدند. ملای شمشیردار به درندگان بندی مجروح نگاه کرده، برید این مرتدی یاغی را به مرغضب سپارید که به جای مقرریش فرستاند گفت. از میان مردم یک نفر با شنیدن جای مقرری آهسته به زیر لب ای بیچاره گفته ماند. یادگار دید که از چشمان این آدم آب می ریزد، لیکن برای پنهان کردن گیره خود زود زود چشمان خود را پاک می کند. جای مقرری این آدم کجاست؟ گفته از وی پرسید. آن کس به یادگار با یک نظری تعجب نگاه کرده. داخنده، مگر امروز از کوهستان آمده ای؟ جای مقرریش گور است، گور. او را برای کشتن فرستادم. خیال یادگار هنوز به چی کس بودن این ملای شمشیردار بند بود. یقین است که او را یک بار پیش از این دیده است، اما در کجا؟ این ملا همان نصیحتچینی بایموتی هندو نیست که چند سال پیش از این از من به ناحق 20 تنگه گرفته بود. به خاطر یادگار آمد. پس از آن مردی که برای به کشته بردن بندی مجروح افسوس می‌خورد ملای شمشیردار را نشان داده. این ملا پیشتر مگر به هندیان نصیحتچینی نمی کرد؟ چی شد که یک بار حکم کشی مردم به دست این کس رسید؟ گفته پرسید. داخنده آهسته تر گپ زن که همسری مرا برباد میدی یا همسری خودت را؟ گفت آن آدم. من به هندیان نصیحتچینی کردن این ملا را نمیدانم. همین قدر میدانم که این را عبادالله مخدوم ترکچی میگویند و پیشتر به قاضی کلان ترکچیگی میکرد. ترکچیگی قاضی کلان هم از نصیحتچینی هندیان هیچ فرق ندارد. اگر فرق داشته باشد همین قدر است که نصیحتچینی هندیان راست است یا دروغ پولی به قرضداده هندو را طلب کرده میگیرد، اما ترکچیان به هیچ سبب و بهانه مال مردمی مرده را خصوصا حق صغیران و بیوه و بیچارگان را روی راست تافته به قاضی کلان می سپارند. این وقت عملدار محرمی که یادگار را آورده بود و در گوشه از کلانتر خود فرمانهای نو می شنید رسیده آمد و بیا داخنده به سر خدمت بیرویم گفته گپ گپ یادگار را با آن شخص بریده همراهش گرفته برد. عملدار محرم
به پشت مسجد جامع ارگ گذشته به یک حولیچه در آمد. یادگار هم از پس وی در آمدنی شده، همین که یک قدمی خود را از آستانه درون ماند، وای گفته خود را به عقب کشید. او چنان ترسیده بود که اگر پهلو دری را دست می گرفت با همین عقب گشتن به زمین می افتاد. مگر تو از عهده این خدمت نمی برایی؟ گفت عملدار و یادگار را از گریبانش گرفته به درون حولیچه در آورد. لیکن یادگار چشمان خود را با دو دستش محکم گرفته به زمین افتاد. گیر گرگته، گفتن یک آدم و به سخن وی قاقا زنان خنده کرده همراه شدن دیگران به دل یادگار قدری جسارت آورد و چشم خود را آهسته گشاده به اطراف یک نگریست. دید که در میان جای حولیچه خندقی هست که گرداگردش پر از خونی بسته است و 3 قدم دورتر از آن تخمینا 20 مرده سر بریده است که بالای هم چیده ماندند. یادگار اول گمان کرد که این یک خواب هولناک دیده ایستاده است، لیکن کم کم هوش خود را به سر آورده اندیشید که با عملدار از زندان آمدنم، جمع آمد ریگستان امارت ارگ، تنتنه آدمان امیر، دبدبه ملایان، بندی مجروح، حکم کشی ملای شمشیردار، نهایت این کشته شدگان که به نظرم نموده ایستادند، حتی بوی بدی خون که مانند تعفن کشش خانه قریب است دماغم را تر کند، نباید خواب یا خیال باشند. اینها حقیقتند، یک حقیقت دهشت انگیزند که من در بیداری میبینمشان. عجبا، در این جایی که یادگار در اندیشه خود دوام میکند، از یک بار دیدن این من بی خود شدم. این مردم چطور خنده و چغچغ کرده نشستند؟ یادگار با این اندیشه هوش خود را به طرف باشندگان آنجا مانده به گفتگوزار آنها گوش داد و آواز عملدار را شنید که می گفت: اینها هم با فرمایش جناب عالی به شریعت آراسته کرده کشته شده ایستادند. این خونی ناحق حساب نمی آبد که شما را گیرد. نه نمی شود. یکی از باشندگان آنجا می گوید: درست است که هر کدامی ما در موردش خونی ناحق کرده ایم، لیکن در آن وقتها اینقدر دل ما سیاه نشده بود. خودی من امشب نخوابیدم. هر باری که چشمم را گرمی میبرد به خیالم همین مرده های سر بریده به حالتی که سرهاشان آویزان از گلویشان خون روان است آمده به گریبانم در میافتند. به دیگر همراهان من هم همین حال روی داده است. اکنون به ما یاری آن نیست که به گردن مردم کار رانیم. وای امیر، این قاضی کلان، وای قشبیگین، ملایان، آنها میدانند و شما. اختیار به دست شماست. خواهید جلادان دیگر یافته میارید و ما را دوباره به زندان میاندازید، خواهید به قطار این کشته شدگان ما را هم میکشید. هر چی میکنید کنید که ما بعد از این کار را کرده نمیتوانیم. سخن این گوینده را دیگری تصدیق کرده گفت: اکا مجید راست میگویند. شیردلترین ما همین بود. به خودتان معلوم است که در 7 تومانی بخارا مجیدی کهکشانی گفته نام برآورده است. این که از عهده این کار نمیبرایم میگوید، دیگران البته نمیتوانند. چنانچه این آدمی آورده تان به یادگار اشارت کرده. شنیده است که بندیان جلادی کرده آزاد می شدند. این هم هوس کرده است. وقتی که به سر کار آمد دیدید که چی شد؟ یادگار از این گفتگوزاری ها پی برد که با کردن چگونه خدمت او را آزاد می کردند. بنابراین از بودش هم زیادتر خودش را بیهوش نشان می داد و کوشش می کرد که عملدار ناعهده برایی او را باور کند. در همین وقت
یک شخص قامت بلندی ریشکلان موی لب درازی شاه برودناک که رویش داغ کنجیتک داشت از در حولیچه در آمده. مجید، آخر چیکار کردنی شدیتان؟ خدا یکتا گپ یکتا. مجیدی کهکشانی جواب می دهد. همین قدر خدمت کردیم، بس است، دیگر طاقت نداریم. خوب، ضرر ندارد. این مشکل را ایشان قاضی کلام با مشورت علما آسان کردند. گفته شخص نو آمده به گپ خود دوام کرد. قرار علما همین شد که در تابدان ریخانه یک غرغره شنانده شود. هر کسی را که تصدق عالی کردنی شوند، یعنی برای سلامتی امیر صدقه گویان کشتنی شوند، بر ریخانه در آورده به گردنش کمندی کنبی می اندازند. یک سری کنب را از غرغره گذرانیده به طرف بیرون می فرارند. وقتی که ریسمان را از بیرون کشیدند، راه گلوی گناهکار بسته شده، بی آنکه خونش برآید یا چشمش به چشم کشنده افتد می میرد. در این حال نه سیخ می سوزد نه کباب، نه خون ریخته شما را خون می گیرد، نه گناهکار زنده مانده به دولت عالی ضرر نمی رساند. مجید کهکشانی ای والله گفته یابنده این تدبیر را تحسین کرد. رحمتی پدری ایشان قاضی کلان هم آدمی صاحب تدبیر بودند. از اون تو پدر این تو پسر می روید ده. گوشت نغز شوربای نغز گفتند. گفته قاضی کلان را مخصوصا تعریف کرد. شخصی نو آمده بعد از معلوم کردن اصول نوی آدم کشی به جلادان، بعد از این گپ همین گفته برآمده رفت و مجید کهکشانی از این شخص منتداری کرده به همکاران خود گفت انا این حکمتی بوز عالمی کارها کرده است. به همین سبب از ملازمی قاضی کلام به میرشبی بخارا رسید. چقدر دشوار بودن آدم کشی را خودش خوب میداند. این واقعه ها را چند بار از سر خود گذرانیده است. بنابراین عذر ما را به کلانان معقول کرده حله شرعیش را یافته آمد. مسئله حل شده. اکنون به خدمت یادگار هیچ احتیاج نمانده بود. بنابراین عملدار به آنکه چی بودن خدمت را معلوم کرده ادایش را به وی تکلیف نماید. خیز داخونده گفته یادگار را از جایش خیزانید و او را به دست یکی از میرگنان سپرده در آبخانه دویم در پهلوی ریخانه برده حبس کردنش را امر فرمود. فصل سیوم در آبخانه. از ریگستان بخارا تا دروازه ارگ رو به آفتاب برا با یک تختپل انشیب به فراز می برایید. از دروازه تا تهگاه امیر، حرم سرایش و حولی قشبیگی اولا رو به شمالی شرقی، بعد از آن به شرقی، پس آنگاه به جنوب نگاه کرده همچنان از نشیب به فراز می روید. نسبت این نشیبی و فرازی به درجه است که سطح زمینی سیزخانه امیر با سطح بام راهروی دروازه ارگ همروی است. وقتی که از دروازه ارگ در آمدید، اول گذرگاهتان از درون یک دالان است که درازیش تخمینا 50 قدم می آید. به درون دروازه به دست راست یک صفحه بلندیش 2 آرشینی رواقدار هست. آنجا هر پگاه در وقت مشق سرباز، قشبیگی و سرگردگان می نشینند. به 75 چوب زدن محکوم شدگان نیز به نزدیکی اینجا به بالای تختپل به جایی که پرچه های گوشتی از بدن گناهکار جدا شده به پیش این صفحه به نظرگاه قشبیگی و دیگر عملداران پریده آمده تواند زده می شدند و این چنین کسانی که به سر بریدن محکوم شده باشند هم در اینجا به حضور قشبیگی دستشان پیش بند شده پس از دعا کناندنشان در حق جناب عالی از تختپل فراورده شده به بازار ریسمان بخارا که اگر قشبیگی دلش تماشا خواهد از همین سرصفه بیان که قد راست کند دیده می تواند سر بریده می شدند. بعد از تمام شدن مشق سرباز در این صفه توپچی باشی دروازه ارگ سرداری دروازه بانان ارگ و واقع نویسان پنهانی امیر است می نشست. پس از این صفه
تا آخر دالان باز یک قطار صفچه های رواقدار پیشگاهشان حجرچناک هستند که اینجا مکان میرگنان دروازبان است. در این دالان به طرف دست چپتان صفچه و حجرچه های میرگنان باز یک قطار خانچه ها هستند که آنها را آبخانه می نامند. این آبخانه ها از مشهورترین و مستحکمترین حبسخانه های بخارای امیر بودند. فراخی این آبخانه ها هر کدام تقریباً 4 یا 5 آرشین مربع بوده. جای درآمدی هوا و ضیاعشان تنها یک دریچه است که به تک دالان تاریکی دروازه ار گشاده می شود و این هم همیشگی با یک قلف جایداری 10 قداقی بسته بود. بامهای آبخانه ها هم روی سیزخانه پادشاهی بوده. سرگین و چرکاب های اسبانی امیر همیشه در این بام ها غون شده در هر چند روز به پشت دیواری ارگ از یک سوراخ پرتافته می شدند. پلاس این آبخانه تنها یک بویراچه‌ای بود که پس از چوب زده خونشار کردن پشت بندیان آنها را پشت به زمین بر روی همین بویراچه می خواباندند و در دیگر وقتها بندیان بر روی همین بویراچه خواب و خیز می کردند. این بستری استراحتی آنها به شمار می رفت. به درون هر کدام این خانچه ها 2 چخورچه هست که یکی از آنها گلخن بندیان و دیگرشان خلاجای آنها بودند. چخورچه های خلاجا پس از پر شده بر روی خانه و بتکی بندیان شاهد رفتن چکاب هایشان هفته یا 10 روز یک بار تازه کرده می شدند. از پارخانه‌ای که به بام این خانچه ها بود همیشه چرکاب ها زهیده و چکیده می ایستادند. سببی آبخانه نامیدن این حبسخانه ها این بود که اینها هم مانند آبخانه خلاجاها همیشه مرطوب، بدبوی و ملوث بودند. شبوش ها، کنه ها و دیگر حشراتی که در این خانچه ها بودند مانند بندیان اینجا از باشندگان قدیمی اینجا به شمار رفته آنها با بندیان و بندیان با آنها خوب الفت شده بودند. در پایان این دالان در پهلوی حولیچه توپچی باشی آخرین این خانچه ها هست که وی را ریگ خانه می نامند. سبب ریگ خانه نامیدن آن این است که همیشه در آنجا ریگ انبار کرده می ماندند و در روزهای لای و بارانگری در وقت سواری امیر از آنجا ریگ گرفته به تک پای اسب امیر در دالان و راه تختگاه می ریختند تا که اسب نلغزد و امیر افتاده گردنش نشکند. وقتی که در زبون کوشی بیبوریش بودن یادگار معلوم شد وی را در آبخانه‌ای که به پهلوی همین ریگ خانه بود انداخته بندی کردند. یادگار روزهای سخت زندگی خود را در همین آبخانه گذرانید. خصوصاً در ماه‌های مارس و اپریل سال 1918 در آنجا زنده ایستادن و با فاجعه هایی که دقیقه به دقیقه روی می دادند شاهد شده طاقت کردن کار هر کس نبود. در آن روزها آبخانه ها مانندی پیشتره خوابگاه ابدی بندیان نمی شدند، بلکه هر بندی را که روزانه به آنجا می آوردند شبانه به ریگ خانه گذرانیده به غرغره‌اش می کشیدند. کم کسی بود که 2 روز یا 3 روز در اینجا زنده می ماند. از بندیان کهنه و زنده مانده تنها یادگار بود که ناله و زاری بندیان را با مهربانی می شنید، به درد و حسرت آنها همراهی می کرد و دلش به حال آنها می سوخت، لیکن دلسوزی کردن از دستش نمی آمد. یاری دادن می خواست اما راه نمی یافت. از همه بیشتر انا همین احوال درد به درد و غصه بر غصه یادگار می افزود. شما تصور کنید در میان چند نفر نشسته باشید که آنها بعد از 1 ساعت به قبیح ترین صورتی کشته شدن و به فجیع ترین حالتی به غرغره کشیده شدن خود را دانند. در حقیقت آنها مظلوم و زبون باشند
و شما با وجود شاهدی این حال شده ایستاده با آنها یارمندی رسانده نتوانید. به شما چه تأثیرها می بخشید؟ یادگار امروزها پی در پی انا همین گونه حالتها را از سر خود می گذرانید. شما گفتار 19 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.